درود بر شما دوستان، ارشیام. امروز اومدم چند تا دلیل بیارم که احتمالاً دومزدی شکست میخوره. قبلش چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو تا آخر ببینید. دوست دارم نظراتتون رو تو کامنت ها ببینم چند نفر واقعا با ما هم نظرن در این زمینه. هیچ پیریزی وجود نداره برای دومزدی. یعنی منطقی بخوایم نگاه کنیم، الان اونجرز یک چه شکلی بود؟ چند تا کاراکتر رو نشون دادن، چند تا کاراکتر فیلمشون ساخته شد، رفتن تو اونجرز تیم اپ کردن، تانوس ریزر از این ورش رو نشون دادن. تو ایج آف اولتران خود تانوس رو نشون دادن که داره دستکش رو برمی‌داره. ما از ایج آف اولتران می‌دونستیم تانوس کیه، راجبش خونده بودیم، رفتیم مطالعه کرده بودیم و خود سازندم چون اینو میدونست که ما تاشو در آوردیم نشسته صد توضیح بده تو اینفینیتی وار. اینجا چه شکلیه؟ اینجا یهو اومدن گفتن آقا دکتر دوم سر چی آخه؟ نه پیریزی بوده. ما که تا الان فکر می‌کردیم کنگ فاتح میخواد بیاد ویلن این ساگای جدید مارول بشه که بعیدم میدونم سر جاناتان میجرز اصلا اینو کنار گذاشته بودنش، بخاطر اینکه خود مارول فهمیده بود کنگ اونقدر کاراکتر خفنی نیست بخواد تو سینما ازش استفاده کنه. یعنی بعد از اون انتمن کوانتومنیا خود مارول هم به نتیجه رسید که کنگ به درد این کار نمیخوره. فیلم‌های تیم اپ باید یه پیریزی توشون باشه، باید یک چیزی از قبل نوشته شده باشه، نشون داده باشن، بعد تازه بیان اینو بسازن. دقیقاً الان اتفاقی که سر جاستیس لیگ دی سی افتاد اینجا داره میفته. ما یه مش کاراکتر بی خاصیت داریم که اصلا نمیشناسیمشون، یهو میخوایم یه تیم اپ ازشون ببینیم. مارینیت نبودن کاراکترها باز این یه ذره به نبود پیریزی هم ربط داره. آیرون من رو یادتون میاد؟ نه. آیرون من یک ویلنش کی بود؟ کپتن آمریکا یک ویلنش کی بود؟ میخوایم جلوتر هم بیایم. آیرون من دو ویلنش کی بود؟ ما دقیق یادمونه اون فیلم‌ها چه اتفاقی توش افتاده بود، ویلناشون رو یادمونه، با اون فیلم‌ها بزرگ شدیم. الان چی؟ الان ویلن شنگ چی کی بود اصلا؟ خلاصه مارینیت نبودن کاراکترها، یعنی اون شکلی که بعد بهشون میدادن که برای ما خاطر انگیز بشن وجود نداره. حتی بعدمون هم میاد حتی از سریاشون. شی هالک چیه؟ واقعا یکم فکر کنیم. مثلا ویلن آیرون من 2 رو من یادمه، خیلی آدم خفنی هم بود و دو تا شلاق برقی هم داشت و قشنگ جر داد حتی یه تایم آیرون منو. در این 6 سال مارول هیچ کاراکتر جدیدی معرفی نکرد که بگیم واو عجب کاراکتر خفنیه، واو مثلا این ثبت شه در ذهن ما. غیر از این دوتا فیلم آخرش که سنتری رو معرفی کرد، بقیه کاراکترها هم تو در دیوار بودن واقعا. اگر یادتون بیاد تو اند گیم نه مولتیورسی بود نه کمئویی بود. خود استیو راجرز پادکست رو وقتی بلند کرد سالن ترکید. چرا؟ چون انقدر خوب مارینیت شده بودن اینا. وقتی یه حرکت ریز ازشون میدیدیم این سه تا بغلم راه هم میرفتن ما عشق میکردیم. الان چی؟ الان مثلا من کاپیتان آمریکا سم ویلسون رو بخوام بغل کی میخوام ببینم این کاراکتر رو؟ بغل شی هالک یا مثلا انتمن با کوانتومنیا که ساختن. من الان بماند که فیلم یه فیلم ووک چپ اصلا پیام سیاسی بود، آخرام پاچید فیلم رفت. من با اون فیلمی که از این آدم دیدم الان چجوری ارتباط بگیرم باش تو اونجرز؟ راجع به این 6 سال صحبت کردم، واقعا 6 سال بدی بود. ما سر شنگچی گفتیم حالا بذار درست میشه، سر مولتیورس آف مدنس گفتیم بذار درست میشه، کاپیتان آمریکا جدیده که دیگه ترکوندن دیگه واقعا. یعنی من فن مارول که عاشق مارول بودم این مدت دیگه رغبتی ندارم برم بشینم فیلم‌ها اینا رو حتی کپی دانلودی ببینم، چون بلیت بگیرم برم دبی فیلمو ببینم. حتی که گفتم سر اند گیم ما یه بار این کارو کردیم، انقدر من فنش بودم. ولی الان چی؟ الان این سری کاراکترها داری داخل فیلم میاره که من اصلا نمیشناسمشون. آقا این فیلم حاشیه زیاد داره. مثلا همین که هنوز فیلمنامه فیلم کامل نشده بعد اینو دارن ضبط میکنن خودش حاشیه است. چجوری هم دارن فیلمنامه رو مینویسن هم دارن ضبط میکنن؟ آخرین باری که این اتفاق افتاد آشغالی مثل کاپیتان آمریکا بریو نیو ورلد رو دیدیم ما. سر همیناست که میگم دو به شکم این فیلم ممکنه شکست بخوره. و نکته آخر حضور RDJ. آقا این که رابرت دانی جونیور یک بازیگر درجه یکی که تو شکی نیست واقعا، یعنی ما هممونم قبول داریم این قضیه رو. ولی کجا؟ ببین الان تو اوپنهایمر عالی بود، تو اونجرز اند گیم و ساگای اول مارول خوب بود. الان چی؟ من مخاطب نباید این سوالم بشه که آقا این اینجا چیکار میکنه؟ الان باید بیاد پایتخت 8. برای من مخاطب این شکلی که ما میخوایم پول در بیاریم، خب تو هم باید بیای سینما، ما این کار میکنیم که تو بیای تو سینما. حتی اگه یادتون باشه توی اون مراسم رونمایی از ویلن دومزدی که حالا خود رابرت دانی جونیور آمده بود، خود آردیجا یه چشمک اینجوری به برادر روسو زد.
استرس اینو داشتن که نکنه مثلا مردم هو بکشن یا دوست نداشته باشن، ولی خب اینور تو اینترنت که بحث فرق میکنه. شاید تو اون سالن همه ترکوندن و دست زدن و جیغ کشیدن و سود زدن، ولی اینجا اکثر مردم مخالفن. یعنی میگن شما میخوای پول در بیاری از این داستان، داری رابرت دانی جونیور رو برمیگردونی برای عشقت به مارول نیست، برای اینکه یک کار فاخر بسازی نیست. بعد یعنی خیلی باید رابرت دانی جونیور رو اینا قوی نشون بدن، بدون هیچ پیریزی تو این چند سال نشونش بدن تو فیلم، بگم اوکی این واقعا ویلن خوبیه، اینا ویلن درستیه. چه اتفاقی میفته که من پرام بریزه وسط فیلم و بگم واقعا این فیلم خوبی شده و قطعا به آینده مارول میتونم امیدوار بشم و گیشه رو میترکونه؟ ورود اکبر عبدی. نه، اونجرز تو قسمت دومزدی این فیلم برنده بشه، تو سیکرت وارز شکست بخوره و رابرت دانی جونیور در قالب دکتر دوم بمونه تو فیلم و در ساگای بعدی یک جهان جدیدی بسازه و اونجرز جدیدی ببینیم، ایکس من ها بیان و باز هم ویلن ساگای بعدی اون باشه و در ساگای بعدی اینو شکستش بدن. بگن اینجوری بخوان رابرت دانی جونیور برای 2 تا فیلم برگردونن. میدونم بازیگر گرونی هم هستش، قطعا مارول برای چیزی اینقدر خرج نمیکنه، ولی اگه بخوان رابرت دانی جونیور بیارن برای 2 تا فیلم 100 شکست میخورن. باز همون اتفاق مثل اینفینیتی وار و اند گیم، اینم همینه. دومزدی و همه این شکلیم ذوق میکنیم، سیکرت وارز رو همه ذوق میکنیم، همین یه ذره کاراکتری هم که دوستش داریم اون موقع ریبوت میشه، قطعا اونام دیگه وجود ندارن. ما میمونیم یه سری کاراکتری که پیریزی نشده براش. بودجه این فیلم سرسام‌آور زیاده. خیلی هم میگن دومزدی احتمالاً تا 250 میلیون دلار بودجه داشته باشه بدون بازاریابی. رو بازاریابی بخواد بریم فکر کنم 350 میلیون حتی 400 میلیون دلار هم فکر کنم بودجهش بشه. خیلی خیلی ریسک بزرگه. فکر می‌کنم اگه این هم شکست بخوره کلا در تخت مارول ببندن برن خونه‌شون، چون دیزنی تا یه حدی میتونه ساپورت کنه. وقتی ببینه تو ضرر افتاده برای چی باید این کارو بکنه؟ آقا اصلا من میخرم، اگه فروختن بگو من بخریم. آقا اگه بخریم. مارول رو گذاشتن برای خیلی این حرفو میزنن، میگن تو فیلم نیومده داری نقد میکنی. ما نقد نکردیم، چی داریم میگی؟ من دارم نظرمو میگم. اگرم فیلم موفق شد میام این ویدیو میذارم میگم من اشتباه حرفم اشتباه بوده، ولی احتمال دارم میدم، میگم 100 نمیگم شکست میخوره. دمتون گرم. امیدوارم که فیلم شکست نخوره، امیدوارم اتفاقات خوب برای مارول بیفته. ویدیو بعدیمون هم احتمالاً یا فانه اگه خدا بخواد یا نقد سریال دکستر رزرکشنه. دمتون گرم، عاشقتونم. ساب یادتون نره. فعلا.